اسفند 1001 خاصیت رو بهش نسبت میدن. ضد عفونی کننده قوی، از بین برنده کرم معده، زیاد کننده شیر مادر، درمان بیماری‌های عفونی زنان و از بین برنده ویروس کرونا. وقتی خوشحالیم دود میکنیم که چشم نخوریم، وقتی ناراحتیم بازم دود میکنیم چشم بعد از همون دور باشه. خیلی همون در حد یک ماده جادویی بالا میبریمش. همیشه دلم میخواسته اسفند رو ببرم به یک آزمایشگاه معتبر بدم تا ببینم دقیقاً از چی تشکیل شده و در دودش چی هست، ولی هرگز فکر نمی‌کردم نتیجهش این باشه. از کجا بفهمیم دقیقاً چی در اسفند هست؟ این آزمایش در 2 مرحله انجام میشه. اول باید مواد شیمیایی دود اسفند رو جدا و در مخزنی ذخیره کنیم. بعد در دستگاه دیگه تک تک مواد رو جدا کنیم تا ببینیم دقیقاً چه عناصری داره. اول یه مقدار کم اسفند روی المنت حرارتی میذاریم تا دماش بالا بره و دونه هاش بسوزن. دود اسفند با دستگاه مکنده کشیده میشه و داخل این لوله فولادی ذخیره میشه. لوله فولادی رو تو دستگاه آنالیزور میذارند. نتیجهش میشه یه سری خطوط با نقاط اوج خاص که دقیقاً نشون میده مواد تشکیل دهنده اسفند چیه. برای تحلیل این نمودار میرم سراغ دکتر جیمز رینولدز، متخصص شیمی تجزیه. خب دکتر رینولدز، میشه نتیجه رو برامون توضیح بدین؟ همونطور که میبینین نقطه اوج اصلی نمودار ماده به نام هارمین. یکم توضیح میدین؟ هارمین یه آلکالویده، یه ماده شیمیایی شناخته شده است. باعث خواب‌آلودگی میشه. تحقیقات نشون داده در شرایط خیلی کنترل شده در لوله آزمایشگاه میتونه جلوی رشد ویروس تبخالو بگیره. البته وقتی دود میشه این خاصیت رو نداره. در ضمن هارمین روی ویروس‌های تنفسی مثل کرونا تأثیر نداره. مقدار زیادش هم توهمزاست. یعنی روانگردانه؟ بله دقیقاً. برای همینه که در بعضی از کشورها غیر قانونیه؟ بله، هارمین در آیاهاسکا وجود داره، در استرالیا و چند کشور دیگه غیر قانونیه. با استنشاق اسفند چه موادی وارد بدن میشه؟ خب یکم پیچیده است. مثلا در آنالیز اسیدهای چرب هم دیده شده، ماده‌ای که در دیواره سلول هاست و انتظار میره با حرارت آزاد بشه. اما در سمت چپ نمودار مواد خطرناکی میبینیم مثل بنزن، پریدین و پیرول. بنزن؟ بله، بنزن ماده سرطانزای شناخته شده ایه. به سوخت اضافه میکنن تا احتراق آسان‌تر بشه. ثابت شده که اگه بنزن با تنفس وارد بدن بشه به DNA آسیب میزنه و باعث سرطان میشه. بنزن، پریدین و پیرول هر 3 مواد خطرناکی هستند که در دود سیگار هم هستن. علاوه بر اینا سوزوندن اسفند مثل سوزوندن هر ماده دیگه‌ای یه سری مواد سمی دیگه هم تولید میکنه که به دستگاه تنفسی آسیب میزنه. یعنی با دود کردن اسفند دی اکسید کربن و مونوکسید کربن وارد بدنمون میکنیم؟ بله دقیقاً. آیا میشه اسفند رو با سیگار مقایسه کرد؟ در ایران هر بار میزان زیادتری اسفند دود میکنن. برای همین یه بار دیگه مقدار بیشتری اسفند رو در محیط اکسیژن دار سوزوندیم و دیدیم متاسفانه میزان بنزن، پریدین و پیرول و خیلی مواد دیگه بالاتر رفت. ذرات آلاینده چطور؟ بله، فیلتر سیگار ذرات ریزآلاینده رو جذب میکنه، اما با تنفس دود اسفند ذرات آلاینده بدون هیچ فیلتری مستقیم داخل مجاری تنفسی میشه و احتمالاً میتونه به ریه ها هم نفوذ کنه. مثل مضراتی که دود سیگار برای غیر سیگاری های اطراف فرد سیگاری داره. اگه مریض باشین و ریه ها ملتهب باشن، با دود اسفند ذرات ریزآلاینده هم وارد مجاری تنفسی میشه و آسیب زیادی به ریه ها میزنه. تازه معمولا ما اسفند رو در خونه دود میکنیم که فضاش بسته است و دود داخل اتاق میمونه. دقیقاً. بنزن و چند ماده سرطانزای دیگه که در اسفند هست ضریب نفوذ بالایی در هوا دارن و مدت طولانی در اتاق میمونن.
این برای سلامت همه افراد خونه خطرناکه، مثل دود دست دوم سیگار. چه مدت زمانی در معرض دود اسفند باشیم خطرناکه؟ گفتنش خیلی سخته، چون فقط کافی ذرات ریزآلاینده به جای حساسی در مجاری تنفسی بره تا باعث التهاب بشه. تخمین آسیبی که موادی مثل بنزن به دی ان ای میزنه هم خیلی سخته، اینکه چقدرش موجب سرطان میشه. به نظرم اگه تحقیقات جامع و طولانی مدت روی جوامعی که اسفند دود میکنن انجام بشه، معلوم میشه که خطر ابتلا به بیماری‌های ریوی بیشتره. توصیه متخصصان اینه که کلاً نذارین دود اسفند وارد ریه ها بشه. اگه بد شانس باشین با یکم دود اسفند ممکنه بیمار شین. مثل سیگاره، ممکنه یه غیر سیگاری سرطان ریه بگیره چون فقط در معرض دود سیگار بقیه بوده. آدمایی هم هستن که یک عمر سیگار میکشن و سرطان ریه نمیگیرن. خطرش قابل پیش بینی نیست، برای همین بهتره اصلاً سراغ اسفند نرید. روزی که نمونه اسفند رو برای دانشگاه لافبرو فرستادم اصلاً فکر نمی‌کردم همچین خبر بدی براتون داشته باشم. هنوز تو شوکم، باورم نمیشه اسفندی که یک عمر دودش کردیم که سلامتیمون رو نگه داره اینقدر میتونه برای بدنمون مضر باشه. آخر سر دودش تو چش خودمون رفت.